چرا از خدا شکایت میکنیم؟ چرا میگیم خدا ما را یاد نمیکنه؟ کی یادش کردیم؟ کی یاد کردیم؟ او برادری که در لیلامی وظیفه دارد، لیلامی فروشی میکنه، تمام روز میگه 5 افغانی 5 افغانی 5 افغانی 10 افغانی 10 افغانی 50 افغانی 50 افغانی، در تمام روز 10 ساعت 50 افغانی صدا میزند. اگر 1 ساعت بگوید الله 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 الله، پس خودت فکر کن چه اتفاق خواهد افتاد. عزیز من، الله کریم است، الله رحیم است، الله مهربان است، ولی ما خیلی ناسپاسیم، خیلی بی‌وفا هستیم. ای بنده تو سخت بی‌وفایی، از کبر به سوی ما نیایی. گر درد هم به جان زارت، زاری بکنی دوید آیی. آنگاه که تو را شفا ببخشم، آسوده شوی دیگر نیایی. آسوده شوی دیگر نیایی.